سلام، به نام خدایی که حسین را آفرید. امروز در خدمت یکی از خادمین هیئت لسارات الحسین شیراز هستیم. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید. سلام، علیرضا شهریاری هستم. خب بریم سراغ سوالات. کدام شعار هیئت در سالهای گذشته تو رو تحت تاثیر قرار داده؟ کربلای من کجاست؟ تصور کن امام حسین بهت بگی که نوکریت پذیرفته شده و میخواد یکی از آرزوهاتو برآورده کنه. اون آرزو چیه؟ به نظرم بزرگترین آرزویی که میتونم داشته باشم همین بوده که امام حسین نوکریه که براشون کردم و بپذیرم. فکر نمی کنم آرزوی بزرگتر از این داشته باشم. به بزرگترین مشکلی که روزا باش دست و پنجه نرم میکنی فکر کن اونو میخوام برات حلش کنن. آیا میری تو سپاه دشمن؟ شاید مشکل خیلی بزرگ باشه ولی باز سر عقیدم میمونم و توی لشکر حق و با لشکر حق میمونم. تو رابطت با امام حسین از چی میترسی؟ از اینکه خدایی نکرده حضرت ابا عبدالله ازمون ناامید بشه و دیگه اون نگاهی که به ما داشتن ازمون بگیرن. اگه یه روزی بهت میگن که در مورد امام حسین هر چی شنیدی دروغه، چی کار میکنی؟ به نظرم که ناامید و ناراحت نمیشم، چون که حس میکنم کاری که داشتم انجام میدادم درست بوده. حتی اگه بگن دروغ باشه راضیم از اون کارایی که کردم وقتی که گذاشتم. اگه بهت اجازه بدن تو کربلا با یکی ملاقات حضوری داشته باشی، کیو انتخاب میکردی و بهش چی میگفتی؟ حضرت علی اکبر، چون که حضرت علی اکبر هم در سن نوجوانی و جوانی بودن. احتمالاً بهشون میگفتم که به جوانی خودتون هوای همه جوونا رو داشته باشید و همه رو شفاعت کنید. علیرضا، چی بهت بدن امام حسین تو بهشون میدی؟ امام حسین تقریبا شده روز و شب ما و کل زندگیمونو داریم نظر هیئت امام حسین میکنیم. فکر نمی کنم چیزی باشه که بتونه جای امام حسین رو بگیره و من بخوام اون عشق امام حسین رو و اون محبتی که تو دل من دارن رو بفروشم. خیلی ممنونم که دعوت برنامه سار رو پذیرفتی و امروز در خدمتت بودیم. خیلی ممنونم. خواهش